ایران را بهتر بشناسیم. اولین کشور آسیایی در ساخت داروی سرطان. سرطان دومین عامل رایج مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل مرگ و میر در کشورهای کمتر توسعه یافته است. پرچمدار ساخت داروهای ضد سرطان کشور آمریکا است. اما این داروها به خاطر اینکه می‌توانستند مسمومیت‌های قلبی ایجاد کنند، محدودیت مصرف داشتند. در سالهای اخیر دانشمندان ایرانی به دنبال آن بودند که داروی ضد سرطانی تولید کنند که عوارض کمتری نسبت به سایر داروهای ضد سرطان داشته باشند. محققین ایرانی با تولید اولین نانولیپوزوم دوکسوروبیسین در ایران به انحصار داروهای ضد سرطان در جهان پایان دادند و باعث شدند که ایران دومین تولید کننده نانوداروی ضد سرطان در جهان و اولین کشور در آسیا شود. این دارو با از بین بردن سلولهای سرطانی و کوچک کردن اندازه تومور سبب تأخیر در رشد تومور و افزایش طول عمر بیمار می شود. این دارو هنگام ورود به بافت‌های آسیب دیده به سایر بافت‌های سالم بدن آسیب نمی‌زند و اثربخشی بیشتری دارد، به گونه‌ای که برای بیماران سرطانی و در مراحل آخر نیز به عنوان یکی از امیدهای درمان سرطان از آن استفاده می‌شود.